وقتی میگیم دارایی مولد، تعریف دارایی مولد رو اینجوری بگیم، تو صورتهای مالی نمیاد مولد و غیر مولد. مثلا یه مدیری تو شرکت شما رفته یه دستگاه بسیار گرون قیمت خریده، اومده تو ایران دیده با برق ایران کار نمیکنه، گوشش تو انبار، کلی هزینه و داراییه ولی غیر مولده، کاریش نمیتونی کنی، قطعاتش هم به درد چیزی نمیخوره. اینجا مدیر رو وقتی میخوای بازده کارشو بسنجی، بیا تقسیم بر میانگین دارایی‌های مولدش کن. مولد یعنی دارایی‌هایی که در جریان درآمدزایی شرکت اما از تولید یا اجاره دخالت دارند یا دخالت خواهند داشت.